قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في مقام آخر: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران عزیز و حضار بسیار ارجمند و گرامی، ما مفتخریم که جزء امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفتیم. مفتخریم که ما مزین به صفت اسلام گشتیم. هر دوی این وصف اوصافی هستند که شکر میخواهند. از یک طرف امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را قرآن عظیم الشان بهترین امت خطاب میکنه و از طرف دیگر دین اسلام را دین کامل تعبیر میکنه. هم افضلیت امت را در بین همه انسانها الله تبارک و تعالی به امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم عطا کردند و عنایت کردند و هم دینی را که رب العالمین برای این امت ارزانی داشته اعلام کرده: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. کمال دین اسلام در این هست که
الله تبارک و تعالی در همه بخش‌های زندگی و در شؤونات مختلف زندگی بشری الله تبارک و تعالی راهنمایی گذاشته. هیچ قسمت از زندگی بشر، هیچ راهی از راههای ترقی و تعالی بشر وجود نداره که الله تبارک و تعالی اونجا راهنمایی نکرده باشه، اونجا الگوی عملی نگذاشته باشه، دستورات پایدار و روشن بیان نکرده باشه. و هیچ راه و مسیر خطرناک و مسیر مهلک نیست که الله تبارک تعالی او را برای امت نشاندهی نکرده باشه. در همه ابعاد زندگی الله تبارک و تعالی راهنمایی گذاشته. یک راهنمایی گفتار الهی، قرآن عظیم الشان، و یک راهنمایی وجود زیجود محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که به تعبیری بشود او را به عنوان قرآن زنده تعبیر کرد که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرامین پروردگار را و دستورات الهی را و احکامی را که رب بر امت نازل کرده بود، ابتدا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اونها را به صورت عملی و به صورت کامل اجرا کردند و تا قیامت الله تبارک و تعالی دین را کامل کرد و از هر عیب و از هر نقص و از هر ابهام برای امت اسلامی روشن کرد. یکی از ابعاد دین که مسلمان باید او را در زندگی عملی خودش پیاده بکنه، اخلاق اسلامی سروران. اخلاق اسلامی جایگاهی در دین و در شریعت داره که الله تبارک و تعالی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را به عنوان الگوی کامل برای بشر و به عنوان معلم انسانیت تعریف می کند و می فرماید و انک لعلی خلق عظیم. ای نبی مکرم اسلام، من خدا به تو اخلاق بلندی عنایت کرد. اون چیزی که انسان در زندگی و دین در تعبیر خودش به عنوان اخلاق تعبیر میکنه، مجموع رفتارها و عملهایی است که در یک تعبیر میتوانیم اون را به پاک شدن از رذائل و صفات رذیله و متحلی شدن به صفات نیکو و فضائل هست. به تعبیر دیگه یک انسان مسلمان در زندگی عملی خودش باید این دو کار را انجام بده، یکی تخلیه و دیگری تحلیه. از رذائل اخلاقی خودش را پاک بکنه و به صفات نیکو خودش را مزین بکنه. اینها هر دو به قلب انسان برمیگردند. منبع رذائل هم میتواند قلب انسان باشه و منبع فضائل هم میتونه قلب انسان باشه. به همین دلیل حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند الا ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله، او کما قال النبی صلی الله علیه و سلم. فرمود در وجود انسان تکه گوشتی است که اگر اصلاح بشه همه بدن اصلاح میشه و اگر او خدای ناخواسته فاسد بشه مسیر انسان عوض میشه، بدن انسان فاسد میشه. این فسادی که
حضرت رسول صلی الله علیه و سلم او را به عنوان فساد تعبیر می کند. این نیست که سروران گرامی چشم انسان از بین میره یا دست انسان خشک میشه و فلج میشه یا بدن انسان به ظاهر میپوسه. اون فساد فساد اخلاقی است، اون فساد فساد معنوی است، اون فساد فسادی است که رابطه انسان را از رب العالمین قطع میکنه، انسان را از الله دور میکنه، انسان را از منبع برکت دور میکنه. و وقتی انسان از منبع برکت و از منبع حیات دور شد نابودی می آید. ماهی از آب جدا شد هلاکتش پشت سر. انسان هم از منبع فیض، از منبع رحمت که رب هست، وقتی به وسیله رذائل اخلاقی فاصله گرفت اون انسان نابود میشه. و چه نابودی بدتر از این که این انسان مستحق جهنم بشه. خدا همه من شما را نجات عنایت. اون رذائل اخلاقی که قرآن ما را از او برحذر می‌داره، رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم ما را از او برحذر می‌داره، رؤوس اونها را حضرت رسول صلی الله علیه و سلم برشمردن. قرآن عظیم الشان رؤوس اونها را برشمردن و در رأس همه رذائل اخلاقی تکبر عزیزان گرامی. حضرت محمد ابن حسین ابن علی می‌فرماید که در دل انسان ذره ای از تکبر وارد نمی شود مگر همون اندازه از عقل او کاسته می شود. هر اندازه در وجود انسان کبر و تکبر و بزرگ بینی و خودپسندی و عجب وارد بدن انسان شد، همون اندازه از عقل انسان، از وقار انسان، از عزت انسان، از جایگاه انسان تکبر میکاهد. و به تعبیر امام غزالی رحمه الله میفرماید تکبر منشأش جهل انسانه که انسان رب خودش را نشناخت و خودش را نشناخت. هرگاه انسان خود را فراموش میکنه و الله را فراموش میکنه، در اثر این دو تا فراموشی، در اثر این دو جهل، در اثر این دو عدم شناخت دچار تکبر میشه. اگه انسان احساس قدرت میکنه، قدرت رب العالمین را در نظر بگیره، بلا فاصله پایین میاد. و قرآن به انسانهای متکبر متذکر شده، موجودات قوی و تنومندی که از انسان خیلی قوی ترند اون را یادآوری کرده. گاهی انسان دچار غرور و تکبر میشه، در بحبوحه جوانی پاهایش را محکم به روی زمین میزنه و با ناز و نخره راه میره. قرآن میفرماید لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. انسان تو هر اندازه پایت را روی زمین محکم بزنی، هر اندازه احساس قدرت بکنی، هر اندازه احساس تعلی بکنی، نه زمین رو میتونی پاره بکنی نه از کوها بالاتر میری. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اگر انسان احساس ثروت میکنه، اگر غنای پروردگار را در نظر بگیره، خودش از تکبر غنا میاد پایین. اگر بگه من مال دارم، نگاه بکنه که الله تبارک و تعالی چه ثروتی بیکرانه روی این زمین گذاشته. همه ثروت‌های یک انسان را جمع آوری بکنند عزیزان گرامی، به اندازه ذره از سنگ‌های کوه‌هایی که در اونها الله تبارک و تعالی معدن طلا گذاشته، به اندازه ذره از اونها نمیشه. این سنگ‌های گرانبهایی که الله تبارک و تعالی در انواع و اقسام در کوه‌ها گذاشته، ثروتی که در جنگل گذاشته، ثروتی که در دریا گذاشته، ثروتی که زیر زمین به صورت نفت و معادن گذاشته و ذخایر زیرزمینی گذاشته، ثروت کدوم انسان قابل مقایسه با این ثروت پروردگار؟
اگر انسان در اوج جوانی خودش به زیبایی خودش بنازه، خودش را با جمال دیگران مقایسه بکنه، به زیبایی طبیعت نگاه بکنه. گرچه از نظر جایگاه به زیبایی انسان هیچ کس نمیرسه، هیچ یک از مخلوقات به اعتبار زیبایی جایگاه نمیرسه. الله تبارک و تعالی میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این جایگاه انسانه. اما از نظر جمال، منهای اون فضائل اخلاقی، خیلی موجودات زیباتر از انسان به صورت ظاهری و به شکل ظاهری هست. لذا اگر جمال انسان باعث غرور بشه، خدا میگه من اشیاء جمیلتری گذاشتم. اگر قدرت انسان باعث غرور انسان بشه، خدا میگه من قدرت برترم. اگر ثروت انسان و اگر فامیل انسان، طایفه انسان، لشکر انسان باعث قدرت او بشه، الله تبارک تعالی میفرماید من لشکریانی گذاشتم روی این دنیا و روی این کره خاکی که به هر یک از اینها انسان نگاه بکنه و به ربش معرفت پیدا بکنه، تکبرش علاج میشه. لذا امام غزالی رحمه الله میفرماید که انسان یکی در اثر جهل، در اثر عدم شناخت پروردگار دچار غرور و تکبر میشه، یکی در اثر جهل و عدم شناخت خودش. انسان در اوج قدرت خودش که قرار میگیره، سر به گریبان فرو ببره، ببینه اولش چی بود و ببینه آخرش به کجا ختم میشه. اول انسان بلا تشبیه این مجلس زیبا قطره آبی است که اگر در اون شرایط به لباس بخوره، انسان احساس تنفر میکنه، بدش میآید. آخر انسان چیه؟ روح وقتی از جسد جدا شد، حیات وقتی از نفس از وجود انسان جدا شد، نزدیکترین انسان ها هم از انسان تنفر میکنن فطرتاً. حالا اگر ولو عقلاً چیزی نگوید، وقتی بدن انسان پوسیده شد، وقتی بدن انسان از بین رفت، بافت بدن از بین رفت، دور از رویتون بو گرفت، بدبو شد، هم از انسان نفرت میکنه. این انسانی که اولش اون آخرش این، اگر یک ذره به وجود خودش فکر بکنه، دچار غرور نمیشه، دچار تکبر نمیشه. ضمن این که انسان برای همه این نعمتها یک کلید داره و بس. ما همه این نعمتها را که در اختیار داریم عزیزان گرامی امانت داریم. ما مالک نیستیم. چه نعمتهایی که در وجود انسانه و چه نعمتهایی که خارج از وجود انسانه. چشم درد گرفت، به این پزشک بودو، پیش اون پزشک بودو، آخر پزشک عاجز میشه، نمیتونیم علاج بکنیم. قلب اگر دچار مشکل شد، جراحی بکنن و بالون بزنن و فلان بکنن و فلان بکنن، آخر میگه فلانی ایست قلبی کرد. چی داریم؟ مال، ثروت، صبح مال در اختیاره، بعد از ظهر در کشتی تو دریا غرق شده، در بساط نداره. انسان به مال غیر نباید بنازه، باید محسن را شکر بکنه سروران گرامی. لذا یکی از مسائلی که انسان مسلمان باید از او بپرهیزه، خودش را پاک بکنه، بحث تکبره. از عذابهایی که در این دنیا الله رب العزت به متکبر میده، اینه که این انسان جاهل باقی میمونه. الله تبارک و تعالی میفرماید سأصرف آیاتی عن الذین یتکبرون فی الارض. من نفع پند و انتفاع و بهرهگیری از آیات ارضی، از آیات سماوی، از آیات تکوینی این انسان را محروم میکنم. اون انسان هایی که سروران گرامی نتوانستند از وجود انبیاء علیهم السلام بهره بگیرند، نه اینکه نتوانستند بلکه بدبخت ها به مقابله هم پرداختند. اونهایی که نتوانستند از کلام الهی بهره بگیرند بلکه متوسل به تحریف
احکام الهی گشتن. چرا؟ انگیزه چی بود؟ انگیزه نفس پرستی و تکبر بود، انگیزه خودپرستی بود. یاد دارید اون مقوله بدبوی قریش را و گفتن که این همه خان، این همه انسانهای متمول، این همه انسانهای صاحب قدرت، یک یتیمی بیاید و پیام رسان الهی باشه. این تکبره. الله تبارک و تعالی میگه سأصرف آیاتی عن الذین یتکبرون، من محروم میکنم اونهایی را که از دستورات من تکبر بکنم. حسد عزیزان گرامی یکی دیگه از رذائل اخلاقی است که الله تبارک و تعالی همه ما را حفاظت بکنه. ما زمانی میتوانیم به ظاهر امید بهشت داشته باشیم که همونطوری که قرآن عظیم الشان دین را کامل اعلام کرده و دین را تکمیل اعلام کرده، ما هم بر دین کامل عمل بکنیم. قرآن میفرماید ادخلوا فی السلم کافه، شما به طور کامل همتن در دین وارد بشید. اینطور نباشه که بر بخشی از دین عمل بکنید و بر بخشی دیگر فراموش بکنید بخش دیگر را. لذا عزیزان گرامی حسد که باز منشأ حسد هم تکبره، منشأ حسد هم خودخواهی است، منشأ حسد هم نفس پرستی است، منشأ حسد هم عجبه. و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم چه جمله سختی برای حسد به کار برد. نماز انسان را هم از بین میبره، روزه انسان را هم از بین میبره، حج انسان را هم از بین میبره، تهجد انسان را هم از بین میبره، جهاد انسان را هم از بین میبره. فرمود الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. تو آتش هر هیزومی بیندازی نابوده، هیزم ضعیف باشه، هیزم تنومند باشه، تنه درختی باشه، هر مقداری باشه، وقتی در مسیر آتش قرار گرفت همه نابود میشه. چه تعبیر زیبایی حضرت صلی الله علیه و سلم برای دور شدن و برای نجات از این خصیصه بد فرمود که این آتشی است که همه نیکی های انسان را برباد میکنه. نیمه های شب بلند شده، داد و فغان کرده، گریه و زاری کرده، اما فردا صبح به مال مسلمان حسد میکنه، آرزوی زوال اون نعمت را میکنه. تحمل و برداشت دیدن نعمت را نمیکنه. نه مال مسلمان را میتونه تحمل میکنه، نه آبروی او را، نه جایگاه او را، نه فرزند او را، نه سلامتی و عافیت او را. نمیگه که پروردگارا همچنان که به اون مسلمان عنایت کردی، پروردگارا تو خزانه غیبت زیاده، به من عنایت کن. این دستور الهی است که انسان از پروردگار هر چی میخواهد بخواهد. ادعونی استجب لكم. الله تبارک و تعالی رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم در باب سخاوت پروردگار و در باب نیاز انسان جمله زیبا بیان فرمودن. فرمود که اگر همه انسانها بیاین در یک میدانی قرار بگیرن و تا جایی که چشمشون کار میکنه هر انسانی به اندازه آرزوهای خودش از پروردگار تمنا بکنه، خدا به همه آرزوهای اونها پاسخ میده و به اندازه سر سوزنی که تو دریا بزنید و در بیارید از نعمتهای خدا چیزی کاسته نمیشه. و انسان عزیزان گرامی همونطوری که خدا بی نیازه، همونطوری که رب غنیه، انسان به همون تناسب محتاجه، انسان به همون تناسب فقیره، انسان در همون اندازه نیازمند پروردگاره، در نفس کشیدن خودش، در عافیت خودش، در سلامتی خودش، در مال خودش، در قدرت خودش، در جای خودش، در عزت خودش، در خانواده خودش، در نفس خودش، در همه شؤونات انسان محتاج مطلق به پروردگار و خدا بی نیاز مطلق. ادعونی استجب لكم.
قرآن میفرماید هرچی میخواهید از خدا بخواهید، آرزوی زوال نعمتهای دیگران را نکنید، که این آرزو به قول سعدی شیرین سخن که میفرماید توانم که نیازار من درون کسی، حسود را چه کنم کوز خود برنجد. حسود خودش را از بین میبرد. و یا این تعبیر عربی و جمله الحسود لا یسود، این سیادت به سیادت و به آقایی و به آسایش و به آرامش نمیرسه، همهش در خودش میپیچه و خودخوری میکنه. لذا باید انسان مواظب باشه. یکی از بهترین راههای علاج حسد و بیرون انداختن این خصیصه زشت و بد اینه که انسان وقتی در مقابل نعمتهای دیگران قرار میگیره، از ته دل برای افزایش نعمت او، برای استمرار نعمت اون انسان مسلمان دعا بکنه که خدایا تو به این مسلمان نعمت دادی بیفزا. غیبت یکی دیگر از رذائل اخلاقی است که متاسفانه گاهی ناخواسته انسان دچارش میشه. گاهی ممکنه انسان خودش مستقیم مرتکب غیبت بشه و گاهی انسان در مجلسی نشسته که دیگران غیبت میکنن این گوش میکنه. همون اندازه که خود غیبت کردن بده، نشستن در مجلسی که در او غیبت انجام میگیره، نشستن در مجلسی که آبروی یک انسان مسلمان، عزت یک انسان مسلمان، شخصیت انسان مسلمان مورد تمسخر، مورد استهزاء قرار میگیره، همون اندازه این نشستن در اون مجلس هم بده. همین بس که قرآن عظیم الشان غیبت را به مثابه خوردن گوشت برادر مسلمان در حال مردگی تعبیر کرده. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. قرآن میفرماید عقل سلیم، انسان با وجدان، انسان عاقل میپرهیزد از اینکه گوشت برادر مسلمانش را شروع بکند، برادر مسلمان مرده گوشتش را بخوره. یعنی چی؟ یعنی اون انسانی که حضور نداره، وقتی انسان شروع میکنه به بدگویی کردن او، شروع میکنه به تخریب شخصیت او، شروع میکنه به نابود کردن او مثل مرده از حضور نداره که از خودش دفاع بکنه، مرده توان نداره و این انسان زنده حضور نداره. این را الله تبارک و تعالی در قرآن عظیم الشان به مثابه انسان مرده ای تعبیر میکنه و میفرماید ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. و غیبت عزیزان گرامی، گاهی وقتی یک انسانی در حالت غیبت هست، مرتکب این گناه هست، مرتکب این معصیته، وقتی مورد اعتراض از سوی دیگران قرار میگیره، بهش میگن آقا غیبت نکن، میگه من که دروغ نگفتم، فلانی همین جوری هست، من که به ناحق نگفتم. و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اونی که انسان به ناحق به دیگران بگه، دیگران اون کار را نکردن، دیگران اون عمل را انجام ندادن، دیگران اون گفتار را نگفتن، دیگران اون کردار را نکردند، این که فرمود افتراست، این تهمته. غیبت اینه که انسان پشت سر بدی برادرش را به صورت تحقیر، به صورت تمسخر، به صورت استهزاء یادآوری بکنه. فرمود این غیبته. فرمود غیبت اینه و گناه اینه که انسان اون عملی را که روبرو بگوید و طرف ناراحت و نگران بشه او را حاضر نشه بگه، پشت سر شروع میکنه به بیان کردن و به بازگو کردن اون مسائل. لذا عزیزان گرامی، ما باید تلاش بکنیم که در این بعد دین که به عنوان اخلاق اسلامی
و در واقع یکی از راههای رسیدن به ترقی، یکی از راههای رسیدن به کمال، یکی از راههای رسیدن به رضای رب العالمین، یکی از راههای رسیدن به بهشت و به رضوان الهی، مسیری مستقیم است اون اخلاق اسلامی است. در عوض اینکه انسان متکبر نباشه، اینکه انسان حسود نباشه، اینکه انسان مفتری و غیبت کننده نباشه، اینکه انسان کذاب و دروغ پرداز نباشه. امروز توی جامعه چه اندازه دروغ ها به شکل های گوناگون، به روش های گوناگون عرضه میشه در جامعه، شایعه میشه در جامعه، در حالی که الله تبارک و تعالی تو قرآن عظیم الشان تعبیر قرآن نسبت به لعنت بسیار محدوده، ولی یکی از خصائل و یکی از رذائل و یکی از صفاتی که قرآن عظیم الشان بر مرتکبین اونها لعنت فرستاده بحث دروغه. این انسان از منبع فیض دور میشه، به هلاکت میرسه. لعنت در زبان عربی معناش بعد عن رحمت الله. کسی که مورد لعنت پروردگار قرار میگیره معناش اینه که این از رحمتهای پروردگار دور شده، این از منبع فیض دور شده، این ماهی است که از آب جدا شده، محکوم به هلاکت، محکوم به فناست، محکوم به نابودی است. و در مقابل این صفات رذیله، اخلاق حسنه ای که الله تبارک و تعالی و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به او تشویق و ترغیب کردن انسانها را، صفات نیکوی قلبی است، صدق و راستی در گفتار یکی از اون صفاتی است که الله تبارک و تعالی ما را توصیه به اون کرده. من در ابتدای عرایزم این آیه را تلاوت کردم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. شما با راستگویان همراه باشید. شما در همه شؤونات زندگی راستی را انتخاب کنید. در عقیده راست باشید، در عمل راست باشید، در تعامل راست باشید، صداقت را انتخاب کنید. و الا هر عملی که سروران گرامی منهای صداقت باشه قابل قبول نیست. بلا تشبیه منافقین میگفتن لا اله الا الله و محمد رسول الله، ولی چون از صمیم قلب نبود، از اعتقاد راسخ نبود، از اعتقاد راست نبود، الله تبارک تعالی نپذیرفت. ریاکار نماز میخوانه، مال هزینه میکنه، جهاد میکنه، علم میآموزه و هر شیء دیگری که توی جامعه به عنوان ارزش مطرح است، اما وقتی این عمل، این کردار از منبع صداقت برخوردار نیست، الله تبارک تعالی میگه قبول ندارم. نه اینکه قبول ندارم، بلکه این عملی که از سر صدق انجام نگرفته وبال جان هم خواهد شد. اون حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بیاد بیاریم و بعد بسنجیم که جایگاه صداقت در اسلام کجاست. عالم اگر بدون صداقت اظهار علم بکنه و روز قیامت بیارنش بگه چی کردی؟ بگه بار اله قرآن حفظ کردم، اله علم آموختم، میگه این کار را کردی اما برای من نبود، دروغ میگی. و الله تبارک تعالی دستور میده به چهره بیاندازن این انسان را و توی جهنم بیاندازن. جهاد اگر از روی ریا باشه همین وضعیت را داره و سایر اعمال. لذا قرآن عظیم الشان میفرماید که کونوا مع الصادقین. کونوا مع الصادقین معنیش اینه که صیغه ماضی به کار برده برای تأکید که شما در هیچ لحظه ای از زندگی از مسیر صداقت جدا نشید.
و حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود الصدق ینجی و الکذب یهلک. راستی انسان را به عزت میرسانه، راستی انسان را به فلاح میرسانه، راستی انسان را به رستگاری میرسانه. و الکذب یهلک، دروغ انسان را نابود میکنه. صبر جزء مسائلی است که الله تبارک و تعالی برای صابرین بیش از 80 مورد الله تبارک و تعالی در قرآن عظیم الشان نسبت به صابرین توصیه کرده، نسبت به صابرین پاداش بیان کرده، نسبت به صابرین مقام بیان کرده، نسبت به صابرین جایگاه و عزت بیان کرده. چه صبر بر طاعت باشه و صبر بر اعمال باشه که قرآن عظیم الشان به استقامت تعبیر کرده. اون چرا که در این آیه الله تبارک و تعالی به صبر تعبیر میکنه، در جای دیگه الله تبارک و تعالی به استقامت تعبیر میکنه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. چه زیبا تعبیر میکنه قرآن. برای صادقین الله تبارک و تعالی عزت، محبت، معیت، فلاح، رستگاری، نصرت، الله تبارک و تعالی اینا پاداشای این دنیا و آن دنیای صابرینه. و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله تبارک و تعالی برای صابر وعده بهشت داده، وعده همراهی و همگامی داده، وعده نصرت داده. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.